در تصور بسیارها منصبداران تاجیک افراد به نظر می نمایند که از حساب منصب پول و ثروت فراوان جمع آورده صاحب قصر و کوش و ماشین های قیمتبها شدند. بهترین نوز و نعمت دنیا را می خورند و می نوشند و بهترین لباس دنیا را می پوشند. ولی آیا این تصور تا کجا درست است و آیا در واقع همه منصبداران تاجیک چنین بای و ثروتمند و به قول مردم دنیا دارند؟ خبرنگار هفته‌نامه فرج با استفاده از نشست‌های خبری نیمساله رهبران شهر و نواحی وادی وخش تلاش کرده است تا درباره دارایی‌های رئیسان این منطقه از زبان خود آنها معلومات بگیرد. رئیس نویه خراسان الهام احمدزاده روز 3 یول در نشست خبریش در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته است که در حال حاضر یگان دارایی ندارد. رئیس نویه گفت که یک خانه داشت که آن را هم با نرخ 110,000 سامانی فروخته است. حتی ماشین شخصی هم ندارد گفته است او. ولی احمدزاده افزوده است که اما نیت دارم برای خودم یک خانه بگیرم. روز 29 یول در نشست خبری در شهر توس دارایی رئیس این نویه جبار غفورов مسئولان این نویه عبارت تنها از یک منزل استقامتی گفتند و خلاص. رئیس نویه جیهون عادی نژاد عبدالحفیظ نیز در نشست خبریش گفته است تمام داراییش عبارت از یک خانه و یک ماشین می باشد. او افزوده است که همان ماشین را که هم در داراییش بود فروخته است و حالا ماشین هم ندارد. رئیس شهر لیوکان دولتزاده زرینه در یکی از نشست‌های مطبوعاتیش عاید به دارایی خود چنین گفته بود من یک خانه و یک ماشین دارم در شهر لیوکان باشد اجاره نشینم. فرج می نویسد که امکان سنجیدن درستی اطلاع منظور نموده این رئیسان را پیدا نکرده است، اما کاربران شبکه‌های اینترنتی در زیر خبرهای مربوط به این موضوع ناباوری ابراز کرده میگویند پس از به منصب رسیدن دارایی‌های آنها به مراتب می‌افزایند.